درد بیدرمون بهتون بده. امیدوارم خدا که عوض میده خودم هم بتونم تقاسم ازتون بگیرم، به ارواح پدرم اگه گذشت بکنم، مگه موقعیت پیش نیاد. برو هر کاری دوست داری بکن، برو شکایت کن، به منو به چه روزی انداختی. خجالت بکش، خجالت بکش برای آزادی خودت. اون دختره و پسره فروختن خرمالوهای حاجی ایدری، ببین چه روزگاری برای من درست کردی. عاقبت کارو به حضرت عباس، به حضرت عباس، به این وقت عزیز تاریک میبینم. از خر شیطون پیاده شو، خونه منو بده یا پولشو بده. دارم بهت میگم، ببین چقدر دارم، اصلا دست خودم نیست، نمیدونم چه اتفاقی میفته. کار منو قاضی نمیتونه حل کنه، کار منو تو رو من خودم میتونم حل کنم. من میدونم چی به سرمون آوردی، تو میدونی چی به سر من آوردی. من به تو هیچ بدی نکردم، چرا با من این کار رو کردی؟ بی وجدان. دیگه نمیدونم چی بگم. حالا به حرف این و اون گوش کن، بگه محمود هیچ گوی نمیخوره، محمود میترسه، محمود غلط میکنه. مگه عمرم کفاف نده؟ دارم میگم مگه عمرم کفاف نده؟ 2000 پول ندارم، 2000 پول ندارم. باشه